من هستم. امروز روز سوم چالش 5 صبح و من با افتخار اعلام میکنم که خواب موندم. یعنی بیدار شدم ولی اجازه نداشتم که از رخت خواب بیام بیرون. یعنی هر کاری میکردم انگار که مثل یک وزنه سنگین به تخت چسبیده بودم و بدنم اجازه بلند شدن به من نمیداد. همش دارم با خودم میگم چرا نتونستم بیدار شم، یعنی چرا نتونستم از رخت خواب بیام بیرون. ولی قضاوت نمی کنم چون میدونم که روح برترم کلی ماجرا برام خواهد داشت، احتمال زیاد کلی درس ها به من خواهد داد که با شما به اشتراک میذارم. درود و عشق. امروز روز سوم چالشه و من خیلی شیک و مجلسی خواب موندم. ماجراش خیلی جالبه، براتون تعریف میکنم. امروز میخوام از این مسیر برم. بله تو مسیرم نوشته be happy، یعنی خوشحال باش. خیلی جالبه نه؟ و اینم ماجراهای کودک درون. لیلی عزیزم، اینم دوست من. روح برتر من، در واقع همون کودک درونم، امروز میخواد که من خوشحال باشم، میخواد به خودم سخت نگیرم. ذهنم به من گفت که پاشو برنامه رو ادامه بده. قلبم میگفت اول صدای بدنت رو بشنو و هیچ اشکالی نداره. اگه خسته ای خب باید استراحت کنی، باید بخوابی، به صدای بدنت گوش بده. میدونین ما خیلی وقتا اونقدر درگیر قانونایی میشیم که خودمون برای خودمون ساختیم که یادمون میره اصلا چرا اون مسیر رو شروع کردیم. من این چالش رو در واقع شروعش کردم که سبک زندگیمو تغییر بدم، بیشتر با خودم ارتباط بگیرم، انگار خودم رو متعهد کنم که برای خودم وقت بیشتر بذارم، بیشتر برم تو طبیعت. انگار این یه تعهدی بود که به خودم میدادم که مثلا سر این ساعت پاشم برم بیرون، چون من کلا آدم متعهدیم، چه نسبت به چیزایی که برای خودم برنامه ریزی میکنم و چه اونایی که برای بقیه است، اطرافیانم. بنابراین وقتی که برای خودم یک هدفی رو تعیین میکنم، سعی میکنم که به بهترین نحو انجامش بدم. ولی خب من فکر میکنم امروز کودک درونم میخواست به هم بگه که اون قانونایی که برای خودت میذاری، خودت اون قانونا رو تعیین کردی، پس چرا دیگه داری به خودت سخت میگیری؟ ذهن و قلبت باید با هم دیگه سینک باشه، یعنی باید با هم به تعادل برسه، باید با هم کار بکنن. نمیشه کنترل همیشه دست یکی باشه، یا ذهن یا قلب. دوتایشون باید با هم دیگه بالانس باشن، متعادل باشن. خلاصه این که حالا اگه یه روز ساعت 5 شد 7 شد 10، یا اصلا صبح نتونستی بری بعد از ظهر رفتی، هیچ اشکالی نداره. تو برو بیرون، اون کاری رو که باید انجام بدی به تنهایی انجامش بده، مهم نیست چه ساعتی باشه. ولی خب برای شروعش لازم بود اون فشاره که
برم بیرون. خب دیگه به ساحل نزدیک شدم و اوه این چه صداییه؟ اینجا کسی بوق نمیزنه معمولا. اونجا این قازا دارن رد میشن. خب باید صبر کنی برادر من اینا رد شن. معمولا این کارو نمی کنن، به احترامشون خیلی وای میسن. عجب ماجرایی. آخه اوه دوچرخه‌ایه داشت میزد بهش، اصلا وای نمیسه. وای خدایا من چرا دارم این صحنه رو میبینم؟ این انرژی رو نمیخوام واقعا. Be patient buddy. نفس عمیق. من هستم. انرژی ریکی رو اعلام و جاری میکنم. آفرین. وایساد. صحنه باید عوض شه واقعا، در جهت آرامش، امنیت، صلح و خیر. وای اصلا داره گریم میگیره. مرسی. خدا رو شکر، انگار کم کم صحنه داره عوض میشه. اصلا دیگه ماشینی نیست. اینا آروم ردشن برن. اصلا شاید این صحنه درباره این قاضا نباشه، درباره منه. من دارم این صحنه رو میبینم. چرا من دارم این صحنه رو میبینم؟ یه جا به اون راننده گفتم بی پیشنت، یعنی آروم باش. در واقع فکر کنم صدای روح برتر خودم بود. آروم باش. کجای زندگیم عجله دارم؟ کجا اونقدر میخوام زودتر برسم که یادم میره همین لحظه خود زندگیه. فقط چند لحظه گذشته. همه چیز چقدر متفاوت داره میشه. همه چیز آرومتره. نگاه کن، اون آقای پیاده شد از ماشینش، داره قاضی رو هدایت میکنه به سمت امنیت. دمت گرم. چقدر قشنگ صحنه عوض شد وقتی که من اعلام حضور کردم، وقتی گفتم من هستم، وقتی خواستم صلح و آرامش و امنیت رو. دیگه واضح تر از این چجوری جهان هستی به ما نشون بده؟ چطوری ثابت کنه که همه چیز خودمونیم؟ همه چیز واقعا خودمونیم. اگه من وقتی عجله دارم، اون عجله‌ای که توی وجود منه، اون استرسه، فقط به خودم آسیب نمیزنه، اطرافم هم احساسش میکنن، درگیرش میشن. محیطی که توش زندگی میکنم، حتی موجودات دیگه. این یه نوع احترام به زندگیه. همین صبور بودن احترام به زندگیه. الان این انرژی ریکی برای من فقط انتقال انرژی نبود. توی این صحنه ریکی یه یادآوری بود، انگار که مکث کن، نفس بکش، حضورت رو به هستی اعلام کن.
وقتی حضورم رو اعلام میکنم انگار اول دنیای درون خودم آروم میشه و وقتی درونم آروم میشه تصویر عوض میشه. اصلا یاد اون شعر سهراب سپهری افتادم، چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. اصلا متفاوت میشه اون چیزی که میبینی جلوی چشمت. دیگه خودتون الان دیدین به وضوح. به نظرم قدرت واقعی همین حضور در لحظه است، چون تو میتونی همه چیز و دنیا تو عوض کنی. دنیا عوض شد، قشنگ صحنه عوض شد. ما خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنیم روی کیفیت انرژی که وارد این دنیا میکنیم اثر داریم. اول مسیر اگه یادتون باشه روی زمین نوشته بود که شاد باش، کنارش هم یه قلب کشیده بودن. همون لحظه خب من اینو یک پیام و یک نشونه از جهان هستی یا همون روح برترم گرفتم. به خاطر اینه که یادم باشه دلیل اومدنم به این دنیا فقط کار کردن، دویدن از این مقصد به اون مقصد و رسیدن به چیزی نیستش. اون موقع که اون صحنه رو دیدم با خودم گفتم خب چرا دارم این صحنه رو من الان میبینم؟ الان داره یادم میاد که من یه حس عجله تو وجودم بود واقعا، به خاطر اینکه صبح خواب مونده بودم، احساس کردم از برنامه‌م عقبم. اون صحنه رو به خاطر این دیدم، اون عجله تو وجود خودم بود، اون صدایی که در اومد و به ماشینه گفت بی پیشنت، صبور باش، اون صدای درون خود من بود. من در واقع اگه همین لحظه رو نبینم اصلا قراره به کجا برسم؟ کجا برم؟ همه چیز همین لحظه است. ترس، نگرانی، غم همه بخشی از تجربه انسان بودنن. یعنی ما اومدیم اینجا اینا رو تجربه کنیم، اما قرار نیست توی هیچ کدومشون گیر کنیم. هر احساسی فقط از کنارمون عبور میکنه تا یه چیزی رو بهمون نشون بده. هر حسی که داریم، یعنی صحنه‌ای که میبینیم توی زندگی، اتفاقاتی که جلوی ما هست، اتفاقاتی که برامون پیش میاد، در واقع میخواد یه چیزی رو به ما نشون بده. مثل صحنه یه فیلم، بعضیا ترسناکن، بعضیا غمگینن، اما هیچ کدوم کل داستان نیستن ها. اینو بهش دقت کنیم. ما الان متوجه شدیم که میتونیم به راحتی صحنه رو عوض کنیم. برای من اینطوریه که هر بار مثلا چند تا نفس عمیق میکشم و حضورم رو به خودم یادآوری میکنم. حالا با هر مانترایی من هستم رو میگم. من هستم، من نور هستم، من عشق هستم. میتونی هر مانترایی که بهت حس خوب میده. یهویی انگار از داخل اون صحنه یه قدم میام عقب و از اونجا همه چیز رو واضح تر میبینم. کلن از این تجربه من الان داره این برام دوباره یادآوری میشه که دنیای بیرون فقط چیزی نیست که بهش نگاه میکنیم. ما با کیفیت حضورمون، با آرامشمون، با انرژی که هر لحظه وارد این دنیا میکنیم، روی نوع تجربه‌ای که داریم توی این دنیا اثر میذاریم. یعنی شاید یکی از بزرگترین قدرت هایی که داریم همینه.
خلاصه این که هیچ چیزی از ارزش این مسیر کم نمیکنه. اگر من بخوام تصمیمم رو عوض کنم در جهت در واقع بهتر شدن حال خودم، یعنی اینکه از مراقبت از خودم، در جهت مراقبت از خودم، این یعنی به بدن خودت اعتماد کردی دیگه و به جای ترس از شکست به ندای درونت گوش دادی. یه جورایی دارم الان این برام اومد که آزادی واقعی از همون جایی شروع میشه که جرأت میکنیم از قالب‌هایی که خودمون ساختیم بیایم بیرون. یعنی آزادی و رهایی چیزی بیرون از ما نیست. کسی نمیتونه اون آزادی رو به ما بده. این خود ماییم که خودمون رو باید از این چارچوبا و قوانین بیاریم بیرون و روحمون رو آزاد و رها کنیم. خیلی نکته مهمی بود. خب تجربه امروز من هم تموم شد و تمام دریافتایی رو که داشتم خلاصه‌شون رو توی کپشن می نویسم. ولی یه دریافت مهم دیگه هم با خودم میبرم. این که از این به بعد آگاهانه تر به صحنه هایی که در طول زندگی برام اتفاق میفته نگاه کنم. هر اتفاقی که پیش میاد قبل از هر قضاوتی از خودم بپرسم این صحنه، این اتفاق چه پیامی برای من داره؟ یا اینکه حالت درونی من الان چطوری بوده که دارم این اتفاق رو اینطوری تجربه میکنم. حالا فرقی هم نمیکنه که این اتفاق شیرین باشه، شاد باشه، غمگین باشه، ترسناک باشه. هر کدومشون میتونن یه فرصتی باشن که من خودم رو عمیق‌تر بشناسم. پس از این به بعد انتخاب میکنم که با حضور و آگاهی بیشتری زندگی رو تماشا کنم و قبل از اینکه فقط به اون اتفاق بیرون نگاه کنم یه نگاهی هم به درون خودم بندازم. بله. و اینکه خیلی دوست دارم دریافت شماها رو هم بشنوم. یعنی اگه این ویدیو براتون یه پیامی داشته، یه حسی کردین که ندای درونتون چیزی رو بهتون یادآوری کرده، خوشحال میشم که توی قسمت کامنت ها بنویسین، با ما به اشتراک بذارین. شاید زاویه دید شما همون چیزی باشه که امروز یه نفر دیگه به شنیدنش نیاز داره. ممنونم که تا پایان این مسیر همراه من بودید. نور و عشق به همتون.